سلام، وقت همگی بخیر. توی تبلیغات بعضی از صندوق‌های درآمد ثابت این روزا می‌بینیم که مثلا ادعاهای سود قطعی میکنن یا میگن سودمون این درصده. چند نمونهشو من اینجا آوردم. مثلا این صندوق ادعا کرده سود من 28.3%. یه صندوق دیگه ادعا کرده 25.9%. یه صندوق دیگه گفته سودم 27.5%. میخوایم ببینیم چقدر میتونیم روی این ادعاها حساب بکنیم یا به عبارت چقدر میتونیم این ادعاها رو باور بکنیم، چون توی کامنت ها هم زیاد این مورد رو پرسیده بودین، به خاطر همین لازم بود در موردش صحبت کنیم. پس با من همراه باشید. خب ما قبلا در مورد مزایای صندوق‌های درآمد ثابت صحبت کردیم و گفتیم که چقدر این صندوق‌ها میتونن مزایا داشته باشن و اشاره کردیم که توی خیلی از مواقع این صندوق‌ها گزینه‌های بهتری نسبت به سپرده‌های بانکی هستن به خاطر مزایایی که دارن. حالا برای اینکه به این سوال جواب بدیم که آیا یه صندوق درآمد ثابت میتونه ادعای سود قطعی بکنه، مثلا میتونه ادعا بکنه که سود من در یک سال آینده 29% یا نه، اول باید ترکیب سرمایه گذاری صندوق رو در واقع یه چک بکنیم. یعنی ببینیم این پولی که ما میذاریم تو این صندوق ها میره کجا سرمایه گذاری میشه. عمدتا صندوق‌های درآمد ثابت پولشون رو سه جا سرمایه گذاری میکنن. یه بخشش رو اوراق درآمد ثابت میخرن، مثل اوراق مشارکت، اوراق دولتی، اوراق شرکتی. یه بخش کمش رو سهام میخرن و یه بخشی رو هم سپرده بانکی میکنن. خب نرخ اوراق ممکنه در طول زمان تغییر بکنه، یا اینکه ممکنه صندوق با نرخ‌های خوب یا نرخ‌های بدی این اوراق رو بخره و طبیعتا روی سودش تأثیر میذاره. سهام هم که مشخصه نوسان داره و اصلا نمیشه در مورد در واقع سودش حرفی زد. و در واقع سپرده بانکی هم باز بستگی داره به مذاکراتی که در واقع اون صندوق با بانک ها میکنه و اینکه بتونه چه نرخی رو در واقع به دست بیاره. خب پس این نرخ ها ممکنه در طول زمان عوض بشن و نوسان داشته باشن. بنابراین یه صندوق نمیتونه بگه که یا ادعا بکنه که سود من در یک سال آینده مثلا 28%. هر سودی بالاتر از سود بدون ریسک دیگه نمیتونه این ادعا رو بکنه، چون ممکنه این نوسان ها روی سودش اثر بذاره. خب یه صندوق خیلی حرفه‌ای تر و بهتره که مثلا بگه سود من در یک سال گذشته یا در چند ماه گذشته به صورت سالانه شده 26% بوده و من با توجه به شرایط بازار پیش بینیم اینه که سود من در همین حدود، یا مثلا عدد هم بده که خیلی بهتره، مثلا بین 24% تا 26% میمونه. این پیش بینی منه. ولی ادعای یه سود قطعی خیلی به نظرم ادعای غیر حرفه‌ای هست و حتما باید یه صندوق بگه که این سودی که من دارم میگم سودیه که توی گذشته ساختم، الزاما ممکنه در آینده تکرار نشه و عوامل مختلفی توش توش تاثیر داره. خب جواب این سوالو دادیم. حالا اینکه ما توی این صندوق ها سرمایه گذاری بکنیم یا نه، صندوق هایی که همچین ادعایی رو میکنن. ببینید یه صندوقی که حالا همچین ادعایی میکنه نمیشه به راحتی گفت حالا کلاهبرداره یا پول منو در واقع حیف و میل میکنه. نه، چون این صندوق ها بالاخره زیر نظر سازمانن، خیلی هاشون ضامن نقشه‌بندی بانکی دارن. مشخصه که کجا سرمایه گذاری میکنن، هر ماه گزارششون روی کدال میاد و کاملا معلومه که صندوق پولش رو کجا سرمایه گذاری کرده. بنابراین این ریسک وجود نداره. ولی خب من خودم شخصا ترجیح میدم جایی سرمایه گذاری کنم که از این نظر هم حرفه‌ای ترن و اطلاعات درستایی رو به سرمایه گذارها میدن. یه نکته دیگر رو هم حتما دقت کنید توی این سودهای اعلامی صندوق‌ها، این که دارن سود ساده رو میگن یا سود مؤثر یا مرکب. یه مثال براتون بزنم. ببینید فرض کنید یه صندوق سود ماهانش 2%. خب یعنی ما اگه 100 میلیون بذاریم برای 30 روز 2 میلیون تومن به ما سود میده. حالا این سود سالانه شده ساده رو بخوایم حساب بکنیم، خب میگیم 2% رو توی 30 روز داده، توی 365 روز میشه چقدر نسبت میگیریم؟ میشه 2% ضرب در 365 تقسیم بر 30 میشه 24 و 33. خب این میشه سود سالانه شده ساده. یعنی من اگر
سودهایی که در واقع از صندوق میگیرم و بردارم و با هم جمع بزنم سر سال میشه 24 میلیون و 330 هزار تومان حدودا. حالا سود مرکب یا مؤثر اینه که من سودهایی رو که از صندوق میگیرم دوباره توی صندوق سرمایه گذاریش بکنم. خب یعنی مثلا این ماه 2 میلیون سود گرفتم میذارم روی پول قبلیم که 100 میلیونه، 102 میلیون میشه. حالا این 102 میلیون رو دوباره روش سود میگیرم و الی آخر. اینجوری اگر بخوایم حساب بکنیم که ببینیم در آخر سال ما چقدر پول داریم، باید به این شکل حساب کنیم: 1 به اضافه 2% یا 1.2 رو به توان 365 تقسیم بر 30 میکنیم منهای 1، میشه 27 و 24. این میشه سود مؤثر یا مرکب. یعنی من اگر دست به سودام نزنم و برشون ندارم از صندوق، در انتهای سال 27 میلیون و 240 هزار تومن سود دارم، یا پولم میشه 127 میلیون و 240 هزار تومن حدودا. این نکته رو هم باید توجه داشته باشید که صندوق ها معمولاً سود مؤثر یا مرکب رو اعلام میکنن، به خاطر اینکه خب از نظر بازاریابیش هم بگیریم اینجوری بیشتر در واقع نشون داده میشه و البته این کار اشتباهی هم نیست. خیلی ممنون. ما قبلا 2 تا ویدیو داشتیم در مورد صندوق‌های درآمد ثابت، مفصل در مورد مزایا، نحوه کارشون و مسائل مختلف صحبت کردیم. اون 2 تا ویدیو رو حتما ببینید. این صندوق‌ها هم خیلی ابزارهای خوبی هن و توی در واقع چینش سبد و متنوع سازی دارایی‌ها به کار میان و همونطور که گفتم معمولاً بهتر از سپرده‌های بانکی هستن که دلایلش رو توی ویدیوها توضیح دادم. خیلی ممنونم که با من همراه بودید.